دوستان سلام، امروز در خدمتتون هستم. میخوام با خمیر هزارلا 5 نوع شیرینی راحت آماده کنم. ما در مرحله اول نیاز به خمیر آماده هزارلا داریم که اونو از تو پلاستیک رو در میاریم و روی صفحه کارمون رو پهن میکنیم. فقط هنگامی که این خمیر رو دارین از هم که باز میکنین، خیلی با آرومی این کار رو انجام بدین و با حوصله که پاره نشه. میخوایم یک مربع‌های 6 سانتی متری رو روی خمیر رو درست بکنیم. 6 تا مربع من روی خمیر با خطکش اندازه میزنم و خب برش میزنم. با پیتزا کاتر این کار رو انجام بدید که خیلی راحت میشه این خمیرها رو که برش زد. عرض خمیر رو به 3 قسمت ها تقسیم کنید. طول اونم بر اساس عرض هر چند سانتی متری که شد اونو با چاقو علامت بزنید و با پیتزا کاتر اونو که ها برش بزنید. اون قسمت از خمیر دیگه هم به صورت باریک 2 سانتی متری با پیتزا کاتر رو که برش بزنید. عرض خمیرها 2 سانتی متره. میخوایم اون قسمت رو هم شیرینی که حزبون و پاپیونی باهاش رو درست کنیم و دوباره یه برش دیگه هم بدین که خمیرهای بلند به 3 قسمت ها تقسیم بشه. حالا برای شیرینی که حزبون با چاقو در وسط اونا یه برش ایجاد میکنیم. حالا روی کمی آرد رو صفحه کارتون پخش کنید و یک دونه از اون مربع ها رو صفحه کار انتقال بدین. روی نصف از خمیرها با چاقو برش های کوچیک رو ایجاد بکنید. و نصف دیگر اون رو هم با مربا، کمی مربا، حالا یا مربای توت فرنگی یا هر نوع مربایی رو که دوست داشتین، رو خمیر میریزیم و قسمت دیگه رو که برش زدیم روی اون بر میگردونیم و با دستتون اونو تنظیم میکنید و به هم میچسبونید. این شیرینی های ما به صورت که مثلثی درست شد. توی ظرف فر کمی روغن بریزید و کاغذ شیرینی پزی رو هم روی اون پهن بکنید، وکس و پیپر. و شیرینی هاتون روی ظرف فرتون صف بدید. میریم شیرینی دوم رو درست بکنید. دوباره مثل اولی همون جور که برش بزنید. حدوداً 5 تا که برش روی خمیر بزنید و این دفعه از نوتلا استفاده بکنید. کمی نوتلا رو قسمت دوم خمیر پهن بکنید و قسمت اول خمیر رو که برش زدین روی اون برگردونید و دوباره با دستاتون که فشار بدید انگشتاتون که به هم وصل بشه که باز نشه از هم دیگه و اون رو توی سینی فر صف بدید. شیرینی هایی که حزبونم که برش زدین توی ظرف فر بذارید و در کنار هم اونا رو صف بدید.
برای شیرینی پاپیونی باید اون خمیرها رو بیارین و 2 بار با دستتون رو پیچ بدید. این خمیر 1 بار و 2 بار پیچ بدید و توی سینی فرتون صف بدید. هر خمیری هم که کوتاه بود اونو یکم که بکشید، بعد پیچ بدید. خمیر رو کمی کشیدم، بعد 2 بار پیچوندم. حالا میخوایم یه مایه شربت مانند رو درست کنیم. 1 قاشق با شکر و 2 قاشق آب و کمی آب لیموی تازه توی ظرفی بریزید و اونو چند ثانیه در میکروفر بذارید که حل بشه و با برس روی شیرینی هامون ها میمالیم. این باعث میشه که رنگ شیرینی هامون طلایی رنگ بشه و زیباتر بشه. روی همه شیرینی ها شربت بار رو بمالید، هم زبون و هم پاپیونی، و اونو به مدت 15 دقیقه در دمای 380 درجه فارنهایت در وسط طبقه فر بذارید که پخته بشه. اینم از شیرینی های ما که آماده شد. هر وقت که کمی سرد شد و از دما افتاد، دوباره یه شربت بار دیگه رو شیرینی های زبون بمالید و کمی پودر نارگیل و یا پودر پسته روش پخش بکنید که به این شکل در بیاد. روی شیرینی های پاپیونی هم کمی پودر قند و دارچین مخلوط بکنید و روی اون الک بکنید که طعم خوشمزه تری رو به خودش میگیره. طعم دارچین خیلی عالیه. جای همه خالی. امیدوارم که درست کنید و لذت ببرید. میریم شیرینی 2 نوع شیرینی دیگه آماده کنیم که به این شکل هستن. ما نیاز به 2 عدد سیب داریم که سیبامونو که تمیز میکنیم، هسته گیری میکنیم، پوست اونو میگیریم و به برش های ریز و خرد میکنیم. تیکه های آن باید به این شکل باشه. حالا توی قابلمه کوچیک سیبا رو انتقال میدیم و روی درجه حرارت میذاریم. 3 قاشق غذاخوری یا شکر بهش اضافه میکنیم به همراه 1 قاشق سرخالی دارچین و کمی وانیل و حدوداً 25 گرم مکره. کمی هم آب لیموی تازه بهش اضافه میکنیم و رو درجه حرارت میذاریم. 15 دقیقه باید این ماده ما پخته بشه. اگه دیدین که ماده‌تون کمی آب داره، درب قابلمه رو که بردارین که آب اون از بین بره و به این شکل بشه. این جعبه های خمیر هزالان که از 2 تا خمیر رو تشکیل شده، من 1 خمیر رو باز میکنم و رو صفحه کار میذارم.
این خمیر رو ما میخوایم به 6 قسمت مساوی یا تقسیم بکنیم. طول اونو به 2 قسمت و عرض اونو به 3 قسمت رو تقسیم میکنیم و با پیتزا کاتر اونو کات میکنیم. حالا با پیتزا کاتر نصف اون خمیر رو به برش‌های حدوداً کوچیک برش میزنیم. 3 تا 4 میلیمتر خوبه. از ماده‌ای که درست کردیم و روی اون نصف دیگه رو پهن میکنیم. حدوداً 3 قاشق و کافی. و اونو با آرومی و با حوصله اونو رول میکنیم و به شکل هلالی در میاریم. دو تا لبه های که خمیر رو با دستتون که ببندید. دوباره در ویدیو نشون میدم که به چه شکلی. اون برش ها باید روی شیرینیتون باشه. حالا یک کاغذ شیرینی پزی کف سینی فر پهن میکنیم و بدونی که روغن به کف سینی بزنیم شیرینی ها رو روش میذاریم. میریم شیرینی دوم رو درست کنیم. کمی آرد رو صفحه کارمون پخش میکنیم و خمیر دوم رو باز میکنیم. دوباره کمی آرد روی خمیر پخش میکنیم و کمی خمیر رو پهن میکنیم. از نوتلا من استفاده کردم که 4 قاشق غذاخوری حدوداً شکلات نوتلا لازم داریم که روی نصف خمیر پخش بکنیم. و نصف دیگر اونو برمیگردونیم رو قسمت دیگه. حالا با پیتزا کاتر دور تا دور این خمیر رو یه برش میزنیم که منظم بشه. این کمک میکنه که خمیر ما هم بهتر پف بکنه در لبه ها. حالا به برش های 2 سانتیمتری برش میزنیم. یه خمیر رو بر میداریم، اونو میکشیم کمی که بلندتر بشه. با پیتزا کاتر حدوداً اونو نصف میکنیم و 2 تا برش ها رو دور هم میپیچونیم. و اونو به شکل دایره در میاریم. اینم خمیر آخر. حالا میریم که اونا رو تو سینی فر بذاریم.
یک عدد تخم مرغ خوب هم بزنید تا یک دست بشه و با برس روی شیرینی ها رومال کنید. این باعث میشه که رنگ شیرینیاتون هم خیلی خوشگل‌تر بشه. خیلی با دقت همه جای شیرینی رو با تخم مرغ رومال بکنید. حالا کمی که شکر روی شیرینی ها پخش میکنیم. این شیرینی رو باید به مدت 12 تا 15 دقیقه در دمای 360 درجه در فر پخته بشه. اینم از شیرینی های خوشمزه ما، جای همه خالی. خوشحال میشم که دوستانی که تازه این ویدیو رو میبینن و این ویدیو رو دوست داشتن با لایک و سابسکرایب منو همراهی کنن. در ضمن در زیر این ویدیو یک دکمه تانکس هست که با زدن دکمه تانکس میتونید کمک مالی به کانال انجام که بدهید. تا یک ویدیوی دیگه و یک غذای خوشمزه دیگه، خداحافظ شما.